شاعر بزرگ روس الکساندر سرگیویچ پوشکین نوشته بود که شاعری اصیل آداب و باور خاصه دارد و تمام جامعه با نظری نیک می‌نگرد. دلش چون آینه روشن و پاک است و از کینه و عداوت غبار ندارد و مهر و محبتش صمیمی است. این گفته ها را می توان نسبت قهرمان نوبتی برنامه پیروها نوشت. زیرا امروز بابت پیروهای روزگار شخصیت قصه می کنیم که در ایجاد و زندگی همیشه خاکساری و صمیمیت را پیش نموده است. با یک سبک خاص با سخن خود به شعر تاجیک وارد شدند و یکی از هواخواهای اشعار و آثار استاد هستند. یعنی که تقریبا یک 30 سرود ما با هم یعنی که تیار کردیم. از اون دوستایی که ما میشناسم یکی از صمیمی ترین انسان است. بسیار صمیمی. شاعر خلقی تاجیکستان برنده جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی رحمت نظری ماه اکتبر سال 1951 در شهر کولاب به دنیا آمده است. روزگار کودکی و نورسیش چون خاطره شیرینی هست که گاه در شعر تصویرش می کند. هرچند من در شهر تولد شدم، لیکن شهر ما شهر روستایی بود. شهر کولاب در لب سنگاب، یک محله قدیمی این شهر است. این شهر عادی بود. مردم آن همه سرفرزند بودند و مردم روحیه دهقانی داشت. هر سال بهار رو از صمیم دل پیشواز میگرفت، انتظاری میکشید. باوری داشت که هر سال دندان آدم از شکری و تاران آب میخورد و ابروی انسان از گل سیاه‌گوش. رحمت نظری میگوید که در کوچه‌ای که آنها زندگی میکردند نه تنها والدان او بلکه اکثر عائله ها سرفرزند بودند و مادرانشان قهرمان مادر. وقتی که من کوچه می برآمدم یک همسایه داشتیم، ملا عبدالقیوم. پیرمرد بسیار با آبرو بود در گذر ما و من حکایت میکرد که میگفت که رحمت جان برای که از همین کمبغلی و از همین رهایی ها خوان میگفت. من هم میخوندم، در حقیقت 10 سال اعلی خوندم. من گفتم که سرفرزند بودیم، در کوچه پوری بچه ها پدر مادرشان میگفتن که یک کی مکتب میشه که برین گوشامون تین شود. انا هر وقتی که کوچه می برآمدم یا یگان کس منو میزد یا ما ویم میزدم. اما خیلی تیز نمیگشتیم. پدر من بار میکشید، ماشینی بارکش داشتم و لیکن راست بگم من با ماشینش نزدیک شدن نمیماند. برای که میگفت که تو اگر چکنی تو هم سافر میشوی، تو باید شاعر شوی. او غزل‌های خدارامتی پدر من غزل‌های خواجه حافظ خیلی خوب میدونست. در سر چنبر ماشین فقط غزل‌های خواجه حافظ میسرایید. من گوش میکردم. رحمت نظری دانش اوله را در مکتب رقم 2 به نام ورشیلوی شهر کولاب که آن زمان 8 ساله بود گرفته است. او در مکتب با بهای خوب می‌خواند، در آزمون فن‌های دقیق و طبیعت شناسی شرکت می‌کرد. هنوز از همان سالها او غالب آزمون رسامی و آزمون نورسان ایجادکار شده بود که او را به شهر مسکو هم دعوت نموده بودند. من در کوچه‌ها که بیکار میگشتم، یک روز یک مرد روس گذشت و گفت که اینجا چیکار میکنی؟ گفت که اینا باغ پیانیرون داشتیم، در پالوس باغ طبیعت شناسان. گفت بیا صورت کشیده میتونی؟ گفتم میتونم. گفت صورت چیه کشیده میتونی؟ گفتم که صورت عرشه. با چیه میتونی؟ من گفتم چاینک و پیاله. گفت بیا. بعد نشان داد، رفتم. او محفل رسامان جوان بود است، ویتالی لوکاسیویچ. باید قید کنم که تمام روزهای کولابی تاجیکی حرف میزدن، خواه اسیتین ها باشند، خواه ارمنی ها باشند،
خو یهودیا باشن همه با شیوه مردم کولاب حرف میزدن و من همیشه او را همراهی میکردم. در لب جر میرفتیم، منظره ها میکشیدیم. من از اونجا بسیار درختها بسیار، برای همینم در اشعار من در از سرنوشت درختها شعرهای بسیاری دارم اگر دقت کرده باشید. همونا از ویتالی لوکاسی چامختم. صورتهای کشیده مرا و آزمونی رسامانی هوسکار که تا 36 ساله اشتراک داشتن و دوشنبه فرستادن و من جای دوم را گرفتم. در باغ طبیعت شناسان یک نفر مردی کهنسال سیبیر بود که از جنگ راست و سیبیر نرفته و کولاب آمده بود. ایوان یوگرافیش پرژلسه. او هم تاجیکی خوب میدونید. مرا به محفل خود دعوت کرد. در اونجا 2 نوی گندم ما گرفته گردآلود کردیم. و من پرورشی هم بسیار دقت کردم و در نتیجه یک نمودی نوی گندم به میان آمد. اونا فرستادیم به ودینخای SSR، بیستفکه کامیابی های خلق اتحاد شوروی. در اونجا به من مدال نقره فرستادن. توفه و بعد تابستان 4 راحت فرستادن. من همراه استادای خود 10 روز با تماشای بیستفکه کامیابی های خلق استر رفتن تماشا کرده. رحمت نظری در مکتب فنهای دقیق را دوست می داشت و آرزوی معمار شدن را داشت، ولی سالهای مکتبی به شعرنویسی آغاز نمود. محبت شعر و سخن در وجودش بالا گرفت. نخستین شعرهایش در مجله مشعل و بعداً در روزنامه معارف و مدنیت و کمسمال تاجیکستان روی چاپ آمدند و با توصیه استاد باقر رحیم‌زاده او را به دوشنبه دعوت کرده می‌خواستند تا او برای تحصیل به شهر مسکو رود. وقتی که خطکشان مجله را آورد من دیدم که شعر من در اونجا است. بعد فریاد زدم که اوچا من شاعر شدم و حیران که اول اوچا گفتم فرو و یگان با دولان برام چی گپه من تو شعر من چاپ شده من شاعر شدم. با فکرم هم اولین بار خودم رو شاعر گفتم، دیگر نگفتم. برای که بعد کلاسیکای هم خواندم، یگان کلاسیک بزرگ خودمان خودش شاعر نمینامد. این شاعر بسیار چیزی بلند است. اون وقت تحصیل توصیف 10 بود. بعد استاد باقر رحیم‌زاده، استاد روانشاد، استاد زنده‌یاد منو به دوشنبه دعوت کردند و خواستند که برای تحصیل و انستیتوت جهانی ادبیات به نام گورک فرستیم. لیکن من از آزمون دیر کردم و گفتن که در کجا میخواید تحصیل کردن. در حضور استاد مومن قنات هم بود. استاد مومن قنات کاتب یکم اتفاق نویسنده ها بود. من که آمدم بعد گفتن چی میخوایی؟ گفتم که من معمار شدنیم. استاد مومن قنات گفت درست، راه درست. لیکن استاد باقر رحیم‌زاده گفت نه، بهتر است همین کدام فاکولته اونیورسیت گویی همونجا داخل شویم تا کمک کنیم داخل شوی. 1 سال روسیه آموزی بعد تا باز مسکو خواندن میفرستیم. همین گونه با امر تقدیر رحمت نظری دانشجوی شعبه ژورنالیستیک فاکولته فیلولوژی دانشگاه دولتی تاجیکستان امروزه دانشگاه ملی تاجیکستان می شود. در دانشگاه دوستانی خوب پیدا می کند و از استادان بزرگ روز سبق می آموزد. محفل های ایجادی از بهترین چاره‌بینی های بودند که رحمت را خوش می آمدند. یک محیط خوب بود، محیط دوستانه بود همه. لیکن من در اونجا بیشتر با کتابخوانی مشغول بودم. راست بگم با لکسیه ها کمتر دقت می‌دادم. و لیکن در اونیورسیت و در انستیتوت آموزگاری 2 محفل ادیبان جهان عمل میکرد. ما هر ماه یک بار یک برنامه تلویزیونی بود با نام مشاوره
شرکت می‌ورزیدیم در اونجا. لیکن هر یک محفل از 30-40 نفر بیشتر عضو داشت. همه میخواستن شاعر شوند. لیکن به جای شعر گفتن، شعر می‌نوشتن درباره شعر خودشون. ای شعر من. بعد کارشون تخلص‌کاوی بود. همین آذر و آتش و هم فقط شعر نویسه یک طرف موند و از اون میان فقط من و برادر من کمال نصرالله در همون محیط ما فکرم به ادبیات خدمه چیتر موندیم. و یک چیز دیگه در خاطرم آمد که هنوز به دانشگاه داخل نشده، بعد صنف دهم تمام کردم اومدم یک شعرم به صدای شرق آوردم. استاد زنده‌یاد لایق مدیر شعبه شعر بودن. بعد چند شعرم خواندم، خوب بینم گفت خواند و بعد یک شعرم خوش آمد. میدونید چی است شما؟ خود شعر نه، خود سرلوحه‌اش خوش آمد. گفت که یک کلمه شعر میکنه. انا اونجا توچین همه لبچنگ، نامش لبچنگ بود. چند خواست میگفتن، چنگی لبی میگفتن، چنگی دهانی مطبوع داده. نامی همون اسباب موسیقی سازه هیچ کی لبچنگ نمیگفت. من گفت چه ساختیم؟ من گفتم چنگی لبی چپا کردم شد تاجیکی. برای همینم در صدای شرق اولین شعر من با نام لبچنگ چاپ شد و این معنی اون داشت که با ادبیات وارد شده، برای که هر کس در این مجله چاپ نمیکردن. شاعر خلقی تاجیکستان رحمت نظری واقعا در آخر سالهای 70 با یک سبک خاص با سخن خود به شعر تاجیک وارد شدند و از جمله شاعرانی بودند که در نو شدن شعر تاجیک، در تازه شدن مضمون و محتوای شعر تاجیک سهم بسیار بارز گذاشتند. باید گفت که توجه استادان باقی رحیم‌زاده، میرسعید میرشکر، اوبی رجب، لایق شیرعلی، بازار صابر، استاد گلنظر و ایجادیات رحمت نظری از همان سالها به نظر می رسد خیلی توجه جدی، چون که رحمت نظری با یک استعداد طبیعی، با دانش بسیار عمیق به شعر نوی تاجیک وارد شدند. دانشگاه را در حلقه دوستان و محبت استادان ختم می کند و بر روزنامه معارف و مدنیت به کار می آید. آنجا به نوشتن مقاله ها دایر بر رشد معارف می کوشد و پیوسته شعرهایش در روزنامه و مجله ها روی چاپ می آیند و دوستیش با اهل قلم بیشتر می شود. من عموما پیش استاد مومن قناعت، پیش استاد لایق، پیش استاد بازار صابر بسیار می آمدم و هر یک شعر آبی حیات نام داشت. پیش استاد بازار صابر باور کنید یک 10 مرتبه آوردم، خط زده میداد، تحریر میکردم. همون شعر اخیر چاپ نشد، همین گشته و برگشته. لیکن از میفهمم که همون استادا مجبور میکردن که همین آموزد. یک باره خیلی من شعر امروز فکر میکنم شعر علم است، خود علم است. این بزرگان ادبیات ما همه عنوان حکیم داشتند. حکیم عمر خیام، حکیم نظامی گنجوی، حکیم ناصر خسرو. این عنوان هر کس نمیگیرید، یعنی انسیکلوپدیست بودن. ما در یک دوران با هم آمدیم، با هم بودیم، در یک محفل ها اشتراک میکردیم و در اون عنوان جوانی هم نشون و هم قدم بودیم و بسیار رفیق نزدیک بودیم. استاد مومن قناعت هر بار ما میدیدن میگفتن که شما
جفتک میره، یعنی که همیشه همراه هست در یک ردیف. رحمت نظری از اون دوستایی که من میشناسم یکی از صمیمی ترین انسان است، بسیار صمیمی، بسیار پاک نهاد، بسیار انسان خیرخواه و خیرجو، نیک بین و این طولی که مثلا قریب 50 سال علاقه ما دوستی داریم و همیشه با هم بودیم و هم نشین بودیم و هم کارم بودیم. من در رحمت نظری فقط صفتهای نیک دیدم. بسیار انسان دوست است. همین یک دفتر کاری که در اتفاق نویسنده ها داشت همیشه درش باز بود. ما با استاد رحمت نظری گفتم که از سالهای 90 شناسایی داریم. اولین شعرهای خود وقتی که همچون شاعری جوان به قول آوردیم برای چاپ کردن، اون کس همون بخش ادبی ادبیات صنعت بودن، مدیری ادبی بودن و هر دفعه که شعر می‌آوردیم البته به تأخیر و بیسچی، یعنی که به چاپ میرفت، در کسی چاپ میشد، مصلحت میدادن و همین خیلی آهسته آهسته همکاری، بعد از اون همکاری به یک دوستی عجایب با استادی و شاگردی برگشت و تا همین وقت ما مناسبت ما کنده نیست. هرگاه که میبیان سراغ میکنن، صحبت ها میکنیم و در این برابر از همه بیشتر این است که ما مخلص و یکی از هواخواهای اشعار و آثار استاد هستم و شاید همین که این پیوند دوستی و استادی و شاگردی ما هم سبب این باشد که یک شاعری به نوع خود بمانندند، یک شاعری واقعا شاعری که با حرف کلام میتوان گفت که شاعری تاجیک. سال 1979 او را برای فعالیت به اتفاق نویسندگان دعوت می‌نمایند و همان سال او عضو اتفاق نویسندگان می‌شود و او تا سال 1983 همچون کارگزار دفتر ترغیب ادبیات بدیعی اتفاق نویسندگان و بعداً همچون معاون سرمحرر هفته‌نامه ادبیات و صنعت فعالیت کرده است و بعداً کاتب مسئول کمیته جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی در ساحه ادبیات، صنعت، معماری و ژورنالیستیک نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بود. همون اصولی صدای سر که هر شعر راه نمیداد، من کوشش میکردم که بهترین شعرها در ادبیات صنعت چاپ شد. بعضی شاعرها از من میرنجیدند که راه نمیدادم. بعد وی یک 12 سال رئیس شورای نظم اتفاق نویسنده بودم. در این شورا اول استاد لایق کار میکرد، بعد استاد بازار صابر کار کردن این مدت، بعد من 12 سال کار کردم و چونکه همه تمام ایجادات ادیبان جوان من آشنا بودم با این ایجادات اونها و شعر خودم هم در برابر و می‌آموختم. عموما من از تمام استادا بهره برداشتم. همین گمان میکنم که تمام شاعران همون دوره استادای منند. در دوران استقلالیت پس از استادان، استاد لایق، استاد بازار، استاد گلنظر، گلوسار اینا، نسل نوی که بود نسل ما بود و همین نسل اصلا نوبسته به همین نسل هم ما امروز از اون شاعرایی که داریم اگر یک چند نفر بهترین رو همچون شاعر بهترین رو خواهیم نام بریم، یکی از اونها رحمت نظری است. رحمت نظری واقعا شاعر است. اکو صفت‌های شاعری رحمت خجستگی خودش دارد. استاد بازار صابر گفته بودن که من شعر رحمت نظری رو در ردیف شاعران موفق فارسی زبان میخونم. به همین معنی گفته بودن که یعنی که سطح شعری رحمت نظری بسیار بهای بلند گرفته بود از جانب استاد بازار و استاد لایق و دیگر استادا. رحمت نظری همه اونایی که شعر درک میکنن، شعر باگذاری میکنن و شعر او ارج بسیار بلند گذاشته بودند. فرق ایجادات استاد رحمت نظری در این است که بسیار شعر تاجیکانه، تفکر تاجیکانه و دنیای تاجیکانه دارند و همین بسیار
در سطح عالی در شعر میگنجانند و وقتی اشعارشان میخوانی روبرو با یک شاعر بزرگ تاجیک هستی که تا جای این باعث افتخار ما نیز هست. ба забони халқ рӯ оварданд ва теъдоди хеле зиёди иборот, зарбулмасалҳо, мақолҳо, вожаҳоро аз забони халқ ба шеър кӯчонданд ки ин ибтикороти шоир на танҳо дар тоҷикистон як рухдоди муҳим буд, балки барои ҳамзабонони мо дар ҳавзаи адабиёти дарӣ, дар ҳавзаи адабиёти эрон қобили таваҷҷӯҳ гардид. мову ту ба машқаш муроҷиат мекунад ки мову ту мисли аспҳое ҳастем ки аробаи муҳаббата мекашим. он вақт ба ин гапҳо чунин тарзи баён набуд, чунин тарзи баён тозагӣ дошт. шеър ҳамин аст. шеър ҳамон вақт шоир ҳамон вақт муваффақ аст ки симои худаша дар шеър дода тавонад. мо шеъраша хонем гӯем симоша бинем ва вақте ки мо ба ёд мебарем шеърҳояш дар пеши назари мо ҷилвагар шаванд. ин яъне ки бадеияти шеър, яъне ки шоир ба ҳадафи худ расидааст, худаша дар сухан дар шеър падидор карда тавонистааст симои худаша ки аз дигарон тафриқа дорад. раҳмат назрӣ солҳои ҷавонӣ дар фестивалҳои 8-ум, 9-ум ва 10-уми умумииттифоқии шоирони ҷавон иштирок намуда намунаи эҷодаш баҳои баланд гирифтааст. با استاد رحمت نظری که شاعر خلقی تاجیکستان هستند، دارنده مکافاتی به نام عبدالله رودکی هستند. از دوره جوانی میشناسم. تقریبا 50 سال شده است که ما شناس هستیم، همکاری میکنیم و اولین سرودهای من با شعرهای رحمت نظری ایجاد شده‌اند و اولین سرودی من نیز با ارکستر گلشن نیز سرودی ای وطن با شعر استاد رحمت نظری آغاز شده است. انا سرودهای زیادی من از اشعار رحمت نظری خواندم. بعضی شعرهایشان را از مجله ها می گرفتم، از کتابشان می گرفتم و بعد بسیار وقت شده است که آهنگ پیدا می شود، شعر ندارد. من مراجعت می کنم به استاد رحمت نظری و با همون وزن برای من شعر می نوشتند. من بسیار مثال ها آورده می تونم. سرودی برگ سبز، عشق اول، چشم روشن و دیگر آهنگ هایی بودن که اول آهنگ پیدا شد، بعد با همون آهنگ شعر نوشتن. یعنی که تقریبا یک 30 سرود ما با هم یعنی که تیار کردیم، ایجاد کردیم و در خزینه رادیو و تلویزیون محفوظ هستند. شب سیاه از تو من، دل از تو از تو من، سرم پر از ماجرا، ستاره راهنما، نمی نمایی چرا، ستاره راهنما، کجایی برا، ستاره راهنما. شعرهای را انتخاب میکردم که با همین دردی من خورد، یعنی که با من موافق باشد، یعنی که چیزی که با همون آهنگ موافق باشد، یعنی که سرود شوخ باشد یا که غم انگیز باشد، حزن انگیز باشد، با همون آهنگ شعر بنویسن. بعضی شعرهاشون رو من خودم از کتابهاشون گرفتم. مثلا سرودی ای وطن که اولین آهنگ من با ارکستر گلشن بود،
به تو من به آشیانم ای وطن، به تو من به جسم و جانم ای وطن. شکریان کی با منی و در تو هم، با تو باشم یک جهانم ای وطن. و من در هر موضوع شعر دارم و سرودها نیز در هر موضوع درباره عشق اول بود، سرودهای مادر، یک چند شعری که او کس نوشته بودن در وصف مادر من با آهنگ درآوردم و سراییدم، برای که برای من تاثیر بخش بود. حتما گویا که از زبان من نوشته باشم همون سرودها را. سال 1977 نخستین مجموعه شعرهای رحمت نظری با عنوان برگ سبز روی چاپ می‌آید. سپس سال 1982 ستاره روز، سال 1984 لاله آتش، سال 1988 سرنوشت، سال 1991 محراب، سال 2002 هفت رنگ، سال 2006 صدای خاموشی، سال 2011 چلچراغ، سال 2012 شیر مهتاب، همان سال شیرین کامه، سال 2013 شلشله، سال 2014 دیده پدیده، سال 2017 اندیشه در اندیشه، همچنین کتاب زمزمه و همزمان کتاب‌های دیگر با نام‌های جان به جان، ستاره راهنما، لنگر، نیایش و محور مهر تا این زمان به دست خواننده رسیدند. یک صفت دیگری خصوصیت بسیار خاص و بسیار خجسته شعر رحمت نظری در آن است که و بسیار داننده خوبی سنت ها و عنعنه های ملی، همه گونه تعبیرهای خلقی، بیانهای ملی خلقی می باشد. در شعر رحمت همین چیزا همیشه جلوه میزنه و شعر و یک شربت ملی، شربت خلقی میتیند که این هم بسیار خوبه. کم شاعرای داریم ما که مثل رحمت نظری در شعرشون معرفت ملی، معرفت مردمی همه تجسم شاعرانه یافته باشد. در رحمت نظری همین صفت هم بسیار هویدا است و بسیار میتونم درباره رحمت نظری یک مقاله بسیار پژوهش دارم، پژوهش خاصه دارم و بسیار صفت‌های شعرش گفتگی هستم. رحمت نظری نه تنها گویم که شاعری جدی و هم موضوع شعرهای رحمت هم بسیار فراگیر است و هم شعرهای گویم که وطن دوستانه بسیاری دارد و شعرهای وطن دوستانه رحمت نظری خاص خودش هستند، مثل ستایشی نیستند و همین خاصیت‌های خاصی ملی مردمی سرزمین مثلا خطرون زمینه بسیار توانسته زیبا شاعرانه در شعر بدهد و دیگر شعرهای عشقی عالی جناب دارد. در همه ژانرها، در غزل، در رباعی، دو بیتی بسیار نمونه‌های برجسته عالی جناب شعر دارد که مثلا یک دو بیتیش میتوانم مثال بیارم که نگاه زار ما دارد زیای، سر تنهای ما دارد خدای، توی دورا مبین ما را تهیده است، کف خالی ما دارد دعای. یعنی که در اینجا در هر مثال شعر است. همچون شاعری بچه ها هم یعنی شاعری کودکان هم بسیار موفقم، یعنی دنیای کودک بسیار احساس میکنم و همون نزاکت صافی و پاکی دنیای کودکانه حتی در اشعارشان هست. یعنی اصلا باطنی ملت ما یک ملت هستیم که باطنا بسیار صاف، به آلایش، یک ملت نظیف و همون دنیای کودکی در هر سن ساله در یک تاجیک دیده می شود. همین عجابت هم در همین از وقت شعر کلانسالی برای کلانسالانی استاد رحمت هم میخوانی، همون یک سادگی صافی در اونجا ظهور میکند. شعر کودک هم میخونی، همون دنیای صافی به آلایش است و برای همین با یک خیلی باز پیام های ایجادی هست در شعر کودک بسیار شعر مشکل است. گمان میکنند لیکن در اصل برای کودک متوجه کردن و جز هنر شاعری و جز دنیای کودکانه با راه های دیگری هست. باید بدانی چه بگویی که به دل کودک راه بیابی و انا همین
اسلوب در استاد رحمت نظری. من مثلا همچون کلانسال وقتی شعر کودک را میخوانم، همون مشتاقیه که یک کودک نسبت شعرش میتونه داشته باشد، من در خودم همونه احساس میکنم. یعنی من با همه مثلا که تجربه و اون چیزی که دارم حاصل کردم، بازم مفتون میشم به اون شعر کودک استاد. در ما این خیلی شاعران موفق چه از گذشته ها چه از امروز بسیار کمند، انگوش شمارند واقعا. امشب برای تو، تنها برای تو، امشب برای تو، تنها برای تو، دل میزند دلم در دل هوای تو، دل میزند دلم در دل هوای تو. امشب از آسمان میبارد آرمان، امشب از آسمان میبارد آرمان، امشب به ماهی نو دارم دعای تو، امشب به ماهی نو دارم دعای تو. نمونه شعرهای رحمت نظری در نشریه‌های بزرگ دیگر کشورها نیز ترجمه و نشر شدند. بعد اظهار داشت که رحمت نظری با اهل هنر کشور همکاری زیج نموده، شعرهایش از جانب بهترین هنرمندان از قبیل ظفر ناظم، جورابک مرادوف، بهادر نعمتوف، کرامت الله قربانوف و دیگران سراییده شدند. عین‌الخضاد همدانی یکی عارفای بزرگ و میگد که شعر را آینه دان، شعر را آینه دان. وقتی که به آینه میگری در آن خودت را میبینی. شعر خوب همون است که وقتی خوانی بعد گویی که درد توی گفته است، علم توی آرزوی توی است، شادی توی گفته است، بعد خودت را میبینی. همون شعر است. حتی بعضی شاعران میگن که خیلی احساس همین گپا من میدونستم، برای چی من خودم نگفتم. همون شعر است، شعر اخیر. وطن هر یک بد و نیکت دوا شد، گل و آب و زر و ریگت دوا شد. چو ترسیدم شب من از سیاهی تگی دیگر دوا شد. ببینید همون چیزی که من گفتم که همون چی ملی ضرب المثل و مقال و گفتارهای ملی بسیار زیبا شاعرانه استفاده میکنند. خود این شعر است که مثلا سیاهی گرفته موردن، این همین چیزهای سنی ملی از همه بیشتر در شعر معاصر ما رحمت نظری استفاده میکند و این یکی از بهترین خصوصیت‌های شعر اوست. بنابر همین من گمان میکنم که رحمت نظری در صف اولین شاعرای امروز ماست. یکی از اون شاعرایی هستند که واقعا نشان دادن که بعد از استادای ما میتوان شعر پیش برد، میتوان سخن نو گفت، تصویرهای تازه گفت. استاد باقی رحیم‌زاده بابت رحمت نظری گفته بود که او شاعری صمیمی است. شاعری است که شعرش ما را به درون واقعه میبرد و یا به واقعه اشاره شاعرانه میکند. بزرگ صابر بابت شعر رحمت نظری گفته بود که در ایجادات او نوآوری فراوان است. از هر شعر او میتوان یک لیس انگو بنویسید. رحمت نظری از زمره آن شاعران است که در رشد ادبیات معاصر تاجیک سهم گرفته است. امروز در کتابخانه به نام ابوالقاسم لاهوتی فعالیت میکند. او میگوید که در کوچه به نام لاهوتی شهر کولاب کلان شدم و در کوچه به نام لاهوتی شهر دوشنبه زندگی کردم و اینک در کتابخانه به نام لاهوتی فعالیت میکنم و همیشه روح استادان شعر مرا همراهی کرده و میکند. اگر تا امروز کاری کرده ام با هدایت استادان بزرگ بود. شعر باید منظره داشته باشد. برای همینم که من برای چی در اول خاطر رسان شدم که رسام میکردم. همین
дар шеърҳои ман сери тасвирӣ бисёр аст. ва тасвир шеър умуман тасвир надошта бошад. шеър яъне ки тасаввур нашавад, андеша тасаввур нашавад, агар ӯ аллакай шеър нест. ман одами хушбахтам. ман хонаи обод дорам. ҳарчанд ки ягон вақт пулдор набудам, бепулам набудам. фарзандои ман ҳама хонаободанд, 10 нафар набера дорам. ҳамааш аз пушти сухан буд. мумкин ба ҳамин шаҳри душанбе мараам ба хотири сухан қабул кардагиям. раҳман назӣ имрӯз ҳам эҷод мекунад. ба навиштаҳояш дар рӯзномаву маҷаллаҳо ва китобҳои алоҳида ба дасти хонанда мерасад. аз қисмати насибгаштааш розӣ аст. ҳамеша аз шукуфоии кишвар меболаду илҳом мегирад. امروز هم آمد بسر با بازدید آفتاب امروز هم